با سلام، خسته نباشی. یه علیم خواستم. نه همینجا. کی من بردم؟ یه قرار بزنیم و بریم سر وقت کارمون دیگه. رفتم برای پیشیا بستنی گرفتم با غذا. اینا اسنک تشویقی گربه است. غذای خشک حمایتی درجه یکم گرفتم 2 کیلو. بریم سر وقت خیابونا و پیشیای نازنینمون. بچه ها با ما همراه باشید، سوژه های قشنگی براتون دارم. سلام جیگر طلا. بیا بیا اینجا، بیا 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 اینجا، بیا 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 اینجا، نه ترس، بیا غذا، بیا بیا. میترسه ها. ای جان چقدر گرسنه شه. میشه جونت عزیزم. اینقدر اذیتشون کردن و که میترسن نزدیکشن. خیلی گرسنه شه بیچاره. چجوری داره میخوره؟ الهی بگردم. میشه جونت عزیزم، بخور. بیا اینجا، بیا. چقدر گرسنه شه این بچه. بیا. این بچه است. معلوم گرسنه هم هست. چجوری میخوره بیچاره. این دیگه گربه ای نیست این دوره بر. اونم بیاریم به پیونده به اینا. ای جان این چجوری داره میخوره این کوچولو. دورت بگردم. هم ناله میکنه هم میخوره اینقدر گرسنه شه. بیا بیا نازی نازی عزیزم.
کوچولوهای دوست داشتنی، فرشته های خدا. بخورید میشه جونتون. هوا تاریک میشه. خسته نباشی. سیب زمینی هم دارید؟ یه پر سیب زمینی. باید بی زحمت نه ساده یه خوره سفاری باشن، یعنی نرم نباشه. این خدمت هم شما گرد. در انتظار غذا هستیم. مثل بز گرسنم ناموسم، خیلی گرسنم. نهار نخورم، صبحونه نخوردم، دیشب شام نخوردم. دارم فتوسنتز میکنم عملا. به 10 دقیقه دیگه گرسنگی در میام، به ادامه کار میپردازم. با من همراه باشید. 1000 years later. خب دوستان، داریم میریم پاساژ سمت خدمات موبایلی و اونجا میخوام برم سرویس بهداشتی. دارم منفجر میشم. از اونجا هم براتون کلیپ میگیرم نشونتون میدم. خب بریم اینجا تو این پاساژ. بریم پله برقی رو بریم پایین. باید برم -2. سرویس بهداشتی اونجاست. هوا که سرده، خیلی زود به زود واسه برم دستشویی. وقتا از صبح که بیرونم دارم کلیپ میگیرم. امروز دیگه خیلی رفتم دستشویی. یه طبقه دیگه واسه برم پایین -2. سرویس اونجاست، زیر زمین. بله اینم از سرویس. بریم که دارم میترکم، یعنی مثلا یه انگوش بهش بزنم ترکیده. خب دستشوییمون هم رفتیم و الان بریم از پاساژ بیرون و بریم یه دونه لاته‌ای، چه میدونم اسپرسو، یه چیزی بزنیم. انرژیمون کم شده، انرژیمون افتاده. بریم که داشته باشیم و بریم آرایشی بهداشتی. میخوام یه دونه از این عطر جیلیا بگیرم. اتکلون دارم ولی برای بیرون که میخوام برم یه دونه عطر میخوام تو جیبم داشته باشم. بریم ببینم از این عطر گرمیا داره یا نه، یا از این عطر شیشه کوچیکا. سلام، خسته نباشید. ببخشید میگم از این عطر گرمیا دارید؟ ندارید. این مونتانا دمی آبی. دمت گرم. بفرم. قربانت. سیگارمون هم گرفتیم و الان بریم سر وقت کافه. اونجا اون کنج کافه بریم یه دونه یا اسپرسو یا یه لته میزنم من. بریم با هم. خسته نباشی. یه دونه اسپرسو تک خواستم. نه اسپرسو یه تک. اینم انرژیزار.
من عادت دارم هر وقت اسپرسو میگیرم یه انرژیزم کنارش میگیرم که انرژیم 3 برابر شه. جاتون خالیه، امیدوارم که یه روز با یکیتون بیاین اینجا بشینیم صفا کنیم. قهوه رو با انرژیزا زدیم، جاتون خالی، خیلی چسبید، انرژیمون دوباره فول شد. بریم سر وقت گربای دیگه. این غذا خشک و بستنی ها رو باید تموم کنم، حداقل یه 4-5 تا دیگه گربه رو سیر کنیم، بعدش دیگه راه میافتیم میریم سمت خونه. با من همراه باشید، کارتون دارم. حالا بیا اینجا، بیا غذا، بیا بیا عزیزم، بیا بخور، چقدر گرسنه شه بنده خدا. بیا گرسنه آره، هم تاریک هم خودت سیاهی، هیچی معلوم نیست. میشه جونت. بنده خدا گرسنش بود، تا صداش کردم دوید اومد. چه جونت؟ تنهایی؟ دیگه رفیقات نیستن؟ برای اونم غذا بریزم؟ خب دوستان، آخرین گربه‌ام غذا رسانی کردم. امروز اولین ولاگ چنلم بود. خب طبیعتا کمی کاستیایی داشت، ولی شما به بزرگی خودتون ببخشید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به من بکنید اینه که با ساب و لایک ازم حمایت کنید. منم بهتون قول میدم که روز به روز کیفیت کارمو بالاتر ببرم و خیلی خوشحال میشم که ببینم خانواده‌مون داره روز به روز بزرگتر میشه و حمایت شما واقعا خیلی کمک میکنه به من و کانال، و منم تمام تلاش خودم رو میکنم که کیفیت کار رو بالاتر ببرم و سوژه های خیلی جذابتری رو براتون به نمایش بذارم. دم شما گرم که تا اینجا دنبال کردید منو، واقعا دستتون رو میبوسم. خیلی 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 خوشحال میشم که همین الان یه سابسکرایب کنید و یه دونه لایک هم منو مهمون کنید. روی گلتون رو میبوسم. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید.